خانه بایا آمده به افتخار بایا دیگه. اینا هم خیمیش هست و انجینر صاحب مسکه آورده، ماست و دیگه چیزا هم میه بخیر. فیلمون رو هم بخیره کالج چت پت میکنیم میریم بخیر. مسیر طرف دقیق حرکت دادیم دیگه. توشه موشه را بار کردیم و از آخیله هم دور شدیم دیگه. مهمان نوازیش هم قابل قدر بود. فعلا حرکت است. دوستای عزیز، سایه شیخ پریه، سایه بسیار هموار، سایه واقعا زیبا دیگه. ما هم بخیر طرف مسیر خود حرکت هستیم دیگه. انجینر صاحب ماشاءالله کمرم بسته کرده دیگه. کلان آشا واتر ده ولاغ بار زدیم دیگه. انشالله که خوش بگذره. راه ما راه حق است. بله، دور از جنجال ها و دور از حادثات باشه. خب دیگه خیلی لذت بخش است. کوکم میخونه. چرایی هم هست خوب ولی اینجا رو میگذاریم بایریم ده بالا شکار میکنیم. گرچه فیل مرغ گرفتیم ولی شکار برابر شکار هم میکنیم. بیا و بکش. وش وش وش. راه ما راه حق است. او نخله. وش 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 وش. درای دقیق روانیم، ما تنها دو جوانیم. اوه عدالت اشعار ماست، ما پخت و جوانیم. چه شمالی است. اوه قربان وطن. این خاک وطن زیارتش فرض است، فرض. وطن وطن است. کشمیر وطن است. دقیق نازنین ملکی علی او جوانایش جوانای او دقیق دقیق ملکی علیه. او از اینجا کچکه دوشیدن بلگیه. سلام علیکم. از پای مندم رفیقا. مسیر خیلی دشوار، خیلی کوه جور. 8 ساعت را پیاده روی کردیم تا اینجا رسیدیم. فعلا در مسیر دقیق هستیم دیگه. خدا کنه که
این سیاحت ما، این میله ما خوشایند تقدیم شود. دیگر اینکه اولین بار است در دغک می آیم. دیگر جایی است که باباهای ما عمر خود اینجا سپری کردن. دیگه خوب جایی است، نامش وقت در حافظه های مرده و زنده جا داره. برادرها دغک جایی است که تو را از دغدغه های روزگار دور میکنه. اینی هم سمت دغک است دوستا. فقط میریم به خیر طرف دغک دیگه تا به چشمه برسیم.